که خودتون باش کار نکنید دیگه واقعا تقصیر خودتونه. اصلا پولی که به دست میاری، کاری که میتونی بکنی، هم شهرتش، هم خیلی کارا میشه باش کرد، ولی بازم میگم باید تایم بذاریم سرش. این یه بیزنس مدل معمولی نیستش که یهو 4 تا کلیپ ادیت بزنی بچسبونی به هم دیگه بعد انتظار داشته باشی پول بیاد تو حسابت و اینا. چیزی که من دیدم حالا بچهای الان اصلا بهش توجه نمیکنن اینه که حسابی ممکنه تایم ببره. برای یکی ممکنه 6 ماه طول بکشه، یکی ممکنه 4 سال طول بکشه، یکی 3 سال، اصلا معلوم نمیکنه، ولی اوریجش به نظر من با 6 ماه تلاش میشه به یه جای درست حسابی رسید. ولی فوق العاده است. اصلا پولی که به دست میاری، کاری که میتونی بکنی، هم شهرتش، هم خیلی کارا میشه باش کرد، ولی بازم میگم باید تایم بذاریم سرش. ولی واسه کسی که داره واقعا زحمت میکشه سرش، در غیر این صورت این کار فقط از شما انرژی میگیره، یعنی هیچ چیز دیگه ای نداره. اگر یه سری مشکلات دارید سر اسکریپت نوشتن، متن نوشتن، ایده پیدا کردن، این که اصلا کانال من چجوری باشه، چجوری تو دوربین صحبت بکنم یا هر چیز دیگه ای، من بهتون پیشنهاد میکنم این مجموعه ویدیویی رو ببینید. من اصلا دنبال این نیستم که بخوام به شما کورس بفروشم، یا خیلی دوست دارم یه کامیونیتی درست بکنم که آدمایی که شبیه به خودم رو بتونم پیدا بکنم. کل هدفم هم از ساختن این ویدیو سر همینه. خودم بعضی موقع نمیدونم چی کار میکنم، ولی دوست دارم آدمایی که شبیه به خودم رو پیدا بکنم، بتونم باشون بهتر کار بکنم، اونا هم بتونن کار بکنن. بگذاریم بریم سراغ اصل مطلب. یه مقایسه ای هست بین کسایی که خیلی قوی کار میکنن و کسایی که ضعیف کار میکنن. خیلی وقتا پیش میاد که یه نفر خیلی قوی داره کار میکنه، منظورم تایم خیلی زیادی داره میذاره، خیلی انرژی داره میذاره، ولی نتیجه‌ای که یه آدمی که سبکتر داره کار میکنه ولی بهتر دیده میشه رو نمیگیره. این تفاوت توی حجم کاریشون نیست، توی طرز فکرشونه، اینکه چجوری فکر میکنن. حالا خیلی کلیشه‌ای شده الان این موضوع، ولی همینه که هست، کاریش نمیشه کرد. حالا تو کار بخوام مثال بزنم، شما فکرشو بکنین یه ویدیویی رو میخواین ادیت بزنین، یا دارین متنشو مینویسین اصلا قبل از هر چیزی، یا دارین سر ضبطی. شما میخواین ایمپرس داشته باشید روی مخاطبتون یا اینفلوئنس. ایمپرس یعنی تحسین برانگیز بودن، یعنی یه ویدیویی بخوام درست بکنم که هر کی دید بگه واو عجب ادیت خفنی، عجب نورپردازی خفنی، او عجب فلان بیسار فلان. یا اینفلوئنس داشته باشین. حالا چرا من اینو میگم؟ چون کریئتورهای تاپ فقط یه ویدیو رو ادیت نمیزنن، متنشو بنویسن، بعد ادیت بزنن، آپلود بکنن، بعد اسپانسرشیپ بیاد، چه میدونم دیل قراردادهای خفن بیاد و اینا. فقط اینش نیست، اونا داستان میسازن، یه استوری رو شیپ میدن، بتونن من مخاطب رو باهاش درگیر بکنن، منو با حالا چه خود اینفلوئنسر چه خود داستانی که دارن تحت تاثیر قرار بدن، که کلا برمیگرده به روانشناسی تولید محتوا که تایم خیلی زیادی رو قرار در موردش صحبت بکنم. من پیشنهاد میدم حتما با دقت گوش کنین، نکته برداری بکنین، یه قلم خودکار بردارین، بنویسین، با خودتون مرور کنین. بچه نکاتی که قراره بهتون بگم وقتی بفهمینشون تو کار بقیه آدمای تاپ، کریئتورهای تاپ میتونید ببینید، بعد دیگه نمیتونید ازش چشم پوشی کنین. تکنیکایی که دارن استفاده میکنن، حالا کسایی خیلی زیادی هم الان میبینم دارن میان تکنیکای بقیه رو مثلا آنالیز میکنن، توضیح میدن، کورس میفروشن اینا. من کار ندارم، اونا هم خوبه، حتی اونا رو هم متوجه میشین که دارن از چه تکنیکایی استفاده میکنن. داشتم میگفتم کریئتورایی که تاپن فقط یه متن نمی‌نویسن، اونا داستان میسازن، اونا احساسات میسازن تو دل من مخاطب، بعد با همون احساسات یه کانکشنی رو برقرار میکنن که من بخوام داستانهای بعدی این رو هم دنبال بکنم. و کلا قرار در مورد این موضوع کار بکنیم. اونا میدونن هر لحظه کلیپ من چرا وجود داره، دنبال چی ان، اون نورپردازی برای چی وجود داره، اون ساوند افکت برای چی وجود داره، چی رو بخواد به مخاطب برسونه. بچه کل کار در مورد این نیستش که من تصمیم بگیرم چی توی ویدیو من قرار بهتر باشه. کار در مورد اینه که من تصمیم بگیرم چه حسی رو بتونم به مخاطبم القا بکنم. در مورد این نیستش که ملت چی میبینن، در مورد اینه که چی حس میکنن. بچه واسه خودتون ادیت زدن، حالا وقتی میگم ادیت منظورم صرفا فقط خود ادیتوری نیست، میتونه اسکریپت نوشتن، کارگردانی، فیلم برداری، صدا گذاشتن، انتخاب ساوند افکت، اینا. واسه دل خودتون کار کردن فایده نداره. شما باید بخش قابل توجهی یا شاید اصلا همشو اختصاص بدید به تجربه کاربر. حالا این حرف خیلی کلیشه‌ای ممکنه به نظر برسه، ولی همینه که هست. حالا چجوری میتونیم تجربه کاربر یا بینندمون رو به دست بیاریم؟ یه چند تا راهی در موردش وجود داره، ولی بچه‌ها ما ادیتور خفن و فیلم بردار خفن و اینا کم نداریم. خب و
این خفنا بیشتر کارشون رو از روی روانشناسی انجام میدن، اینکه کدوم زاویه بهترین تاثیر رو بتونه داشته باشه، اینا برمیگرده به روانشناسی بودنش، انتخاب موزیکش، برمیگرده به اینکه مخاطب خودش رو درست بشناسه. ما با داستانمون میتونیم یه تجربه احساسی رو تو دل مخاطبمون بسازیم. با اون احساسه میتونیم یه کانکشنی رو برقرار بکنیم، یعنی یه جور همزاد پنداری، حالا میتونه ترس باشه، خنده باشه، دلهره باشه، اضطراب، استرس، خیلی چیزای دیگه داریم. با ساختن اون تجربه احساسی میتونیم یه کانکشنی رو برقرار بکنیم. بعد با اون کانکشن ما میتونیم فالوور به دست بیاریم، ویو بیشتری بگیریم، واچ تایم بیشتری بگیریم، اسپانسرشیپ بگیریم، پول در بیاریم، مشتری بتونیم داشته باشیم. همش برمیگرده به این که من بتونم با مخاطبم کانکت بشم. استراتژی من برای کانکت شدن من فقط بستگی به 2 تا چیز داره. اولی و مهمترین چیزش ساخت داستانه، داستانگویی خوبه. دومیش با داستانگویی خوب ما بتونیم احساسات رو شکل بدیم. این استراتژی برای من برد میاره. بازم میگم کانتنت کریشن یعنی ساخت احساسات تو دل مخاطب. اگر احساسات خوبی بتونین بسازین میتونین کانکشن خیلی خوبی داشته باشید و در نتیجه به پول خوبی میتونید برسید. وقتی این مسئله رو شما عمقی بتونین درک بکنین، دیگه اون آدمی نیستید که واسه 1-2 تومن، چه میدونم 4 میلیون، 5 میلیون، 10 تومن، 15 تومن بره کار انجام بده، چه میدونم ویدیو ادیت بزنه. اینا دیگه اون شما نیستید. دیگه شما کسی هستید که کلاینت یا مشتری که براش میاد، براش اون کانکشن خیلی بیشتر مهمه، براش مخاطب خودش رو پیدا کردن خیلی بهتر مهمه تا اینکه بخواد یه ادیت خیلی خفن بزنه. شما تبدیل به اون میشید، نه این. همش ربط داره به اینکه چی میکاری و چی برداشت میکنی. شما نمیتونی انتظار داشته باشی که شهریه باشگاه بدی، لباس بگیری، همه چی انجام بدی، برنامه بدنسازی و مربی و همه رو اوکی بکنی، بعد دنبل نزنی، بعد انتظار داشته باشی که عضله در بیاری، گنده مونده بشی. حالا نه فقط توی هر بخش دیگه توی زندگیتون هم همینه، چون هیچ کاری بدون تلاش خب مسلما به دست نمیاد. خیلی هم این حرفا کلیشه‌ایه و مسلمه دیگه. من توی این مجموعه ویدیویی که الان میخوام درست بکنم، هر چی که توی این مدت خیلی زیاد یاد گرفتم و توی این چند سال یاد گرفتم میخوام توضیح بدم و مثل همون شهریه دارن نمیمونه و باشگاه نرفتن. این که خودتون باش کار نکنید دیگه واقعا تقصیر خودتونه. خب من یه تایم خیلی زیادی رو میخوام بذارم سر روانشناسی ویدیوگرافی، چه سر ضبط باشه، چه سر نوشتن متن باشه، چه ایده پیدا کردن باشه، یا به خصوص باز هم میگم ادیت ویدیو باشه. من خیلی وقتا ممکنه که توی ویدیو برگردم بگم ادیتور، ولی منظورم صرفا خود ادیتور نیست، منظورم تولید کننده محتواست. حالا میتونه تصویری باشه، متنی باشه، میتونه پادکست باشه و هر چیزی که لازم باشه. اصلا تو کورسی که میخوام بفروشم الان اینجا دارم رایگان میگم. من الان دارم سعی میکنم بفهمونم که آقا کات زدن فقط حذف کردن مکسا و ام و اوم و توپوقا و اینا نیست، روانشناسی پشتش داره. این که ما چرا کات میکنیم، کی کات میکنیم، کاتو کی بذاریم کجا، هر صحنه من چی باشه، برای چی باشه، مخاطب کجا رو نگاه بکنه، آیا اینجا رو نگاه میکنه، آیا اینجا رو نگاه میکنه، چشمش آیا قراره توی تصویر حرکت بکنه نکنه. ما به همه اینا میرسیم جلوتر. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. این ویدیو بعدی هم اینجا میذارم ببینید. خب چند دقیقه شد؟